سلام علیکم بینندگان عزیز یوتیوب کانال دکتر طاهری. من روز سیوم است. مهمان ها از شهر سمرقند زن و شوهر همینجا به استراحت کرده ایستادن. حاضر فکر و اندیشه های خودش را گم میزنن نسبت آسایشگاه دکتر طاهری و محیط گرد و اطراف اینجا. مرحمت خودتون معرف کنید، فامیل و نامتون رو گردانید. السلام علیکم محترم عزیزان، ما از شهر بستانی سمرقند آمدیم. اهل عائله ما کردیم. من اینجا جنت با آمدیم. من باغ بستان همه گیاه ها، همه من دکتر پروفسور طاهری تبابت کردیم. من سکوتر گذاشتیم. من باغ راغ بینتان بلبلا خونس هست. همه طرف بسیار خوب. مرحمت. ببخشید شما چند ساله؟ من 77 با 77. خدا خواهد 170 میدارید. من شما درسای یاد داشتم. مشقای کار شده. البته. این کس اویل شما چند سال باز یک جای زندگی میکنه؟ 53 سال. من دیدید 53 سال آدما یک دیگر چه حرمت و احترام میکنند. من همین زنتون من همینجا مشاهده کردم که نسبت شما بسیار غمخواری میکنند. اگر زن ناز باشد مرد عمرش دراز میشه. مرحمت شما خودتون معرفی کنید. السلام علیکم بینندگان عزیز. ما امروز جدایم سربلند سرفراز هستیم که وصیت‌گوی دکتر طاهری آمدیم. من امروز بسیار چیزهای یاد دادن، یاد گرفتیم. مشقایی که ما نمیدانستیم تا این وقت نکردگی بودیم. من این سه روز اجرا کرده بسیار سلامت ما نقشیست از آمدگام و از این نمیگید از همه هم طبیعت چقدر زیبا، چقدر کبوتی ها، آب های شرشره بسیار مانا مفتون کرد. من بسیار سنت‌های برفتگی لیکن اینجا برای من الهیده شد، مخصوص سنتاریا شد که کدام کسی که بیاد از اینجا بهره برد باید سلامت باشد. دکترشون بیان شکر زیاد، سلامت و سربلند باشه. تو شما هم سلامت باشه. برنامه من اجرا کنید. رفته سمرقند محله تو آدما به یادت چطور آدم ها باید 100 سال عمر بیمار نشن. سلامتی هر یک انسان در دست خودش، در دست خدا، در دست طبیعت. من اینجا طبیعت قریب 50% شما خودش تبابت میکنه. من این شرشر آب دریا، پرنده ها، هوای تازه بهترین جا هست. هر یک انسان باید خودش یاد گیرد از پس سلامتی خودش شود. من مثلا مشقای چشم من شما با آموزانم امروز، مشقای نفس، مشقای ستون مهره، خوش مشقای با کسموس پیوست شدن، انرژی از کسموس گرفتن، همه آموزش است. اگر شما همین کارهای دایم کرده استید حتما انسان باید 100-150 سال عمر بیند. سلامت و سربلند باشید. 100 سال شوید. شما بیام تشکر.